سلام به تو که اینجا هستی. تا حالا فکر کردی این قضیه 10,000 قدم در روز واقعا از کجا اومده؟ یه جور عدد جادوییه یا شاید نمیدونم یه چیز تبلیغاتی قدیمی؟ سوال خوبیه. خیلی اینو میپرسن. آره، امروز میخوایم 3 عادت سلامتی خیلی رایج رو خب یکم عمیق‌تر نگاه کنیم. اولیش همین قدم‌های روزانه. واقعا 10,000 تا لازمه؟ دقیقاً. دوم، نور خورشید، مخصوصا نور صبح. باید ازش فرار کنیم یا دنبالش باشیم. اینم بحث برانگیزه. و سوم، آب خوردن. اون ماجرای معروف 2.5 لیتر در روز واقعا مبنایی داره؟ خب آره، باید ببینیم علم چی میگه. هدفمون اینه که با بررسی شواهد تا میدونی تصمیم‌های آگاهانه تری برای سلامتی خودت بگیری. خب، شروع کنیم با همین 10,000 قدم. باشه. من شنیدم این اصلاً یه کمپین بازاریابی بوده سالها پیش تو ژاپن برای دستگاه قدم شمار. درسته. سال 1964 بود. دستگاه مامپوکی. مامپوکی؟ آره. یعنی مطرح 10,000 قدمی. عدد 10,000 اون موقع بیشتر یه انتخاب جذاب و راحت برای بازاریابی بود. نه لزوماً یه هدف علمی دقیق. عجب. یعنی اولش علمی نبوده اصلاً. ولی خب 10,000 قدم هم کم نیستا. میشه حدوداً 8 کیلومتر یا نزدیک 2 ساعت پیاده روی. آره، زیاده واقعا. اما تحقیقات جدیدتر خب یکم این تصویر رو واضح‌تر کرده. مثلا یه بررسی بزرگ، یه متاآنالیز بود. در سال 2022 نشون داد که برای افراد زیر 60 سال بهترین نتیجه برای کاهش خطر مرگ و میر کلی جایی بین 8,000 تا 10,000 قدم در روز اتفاق میفته. آها، پس اون عدد 10,000 خیلی هم پرت نبوده، حداقل برای جوانترا و میان سالها. ولی برای سنین بالاتر چی؟ دقیقاً نکته همینه. برای افراد بالای 60 سال قضیه یکم فرق میکنه. اونجا حدود 6,000 تا 8,000 قدم روزانه میتونه خطر مرگ رو خیلی زیاد، یعنی تا 50% حتی کم کنه. 50%؟ با 6 تا 8,000 قدم؟ آره، این خیلی مهمه، مخصوصا برای کسایی که کم تحرکن. یعنی میدونی اون افزایش اولیه فعالیت بیشترین تأثیر رو داره. پس اون شیب نمودار اولش خیلی تنده. دقیقاً. بالاتر از حدود 10,000 قدم شواهد کمتری هست که فایده اضافی قابل توجهی داشته باشه. البته الگوهای مشابهی برای کاهش خطر زوال عقل، بعضی سرطانها و بیماریهای قلبی هم حدودای همین 10,000 قدم دیده شده. پس اون عدد 10,000 که اینقدر معروف شده شاید برای افراد مسن‌تر یکم دلسرد کننده باشه، در حالی که حتی با 6,000 قدم هم میتونن کلی فایده ببرن. کاملاً. و یه نکته جالب دیگه هم هست. حتی اگه شغل طوریه که مجبوری زیاد بشینی، مثلا بیشتر از 10 ساعت در روز. آره، خیلی ها اینطورن. مطالعات نشون میدن که حتی حدود 30-40 دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط تا تند میتونه بخشی از اثرات منفی این نشستن طولانی مدت رو خب جبران کنه. عالیه. پس ناامیدی نداره. جنبندی این بخش چی میشه؟ خب اینطور که من فهمیدم هر چقدر راه بری خوبه. بیشترش بهتره. اگه سریع‌ترم بری باز بهتره. ولی یه هدف واقع بینانه تر برای خیلیامون میتونه 6 تا 8,000 قدم باشه. دقیقاً. حدود 60 تا 80 دقیقه در روز. مثلا 30 دقیقه موقع رفت و آمد به کار، 30 دقیقه هم وقت ناهار. راحت به دست میاد. شنیدم واسه خلاقیت هم خوبه. بله، فواید ذهنیش هم هست. خب، بریم سراغ عادت دوم، نور خورشید. اینجا یکم قضیه پیچیده است. از یه طرف همش میگن آفتاب بده، سرطان پوست، پیری زودرس و اینا. آره، اون شعار سلیپ سلاپ سلپ و اینا. دقیقاً. از طرف دیگه حرف از ویتامین دی و فواید دیگه‌اش. بالاخره کدوم طرفیه؟ سوال مهمیه. ببین، ترس از سرطان پوست و آسیب‌های پوستی واقعیه و احتیاط لازمه، شکی نیست. اما علم داره نشون میده که نور خورشید فواید خیلی مهمی هم داره که نباید نادیده گرفت. مثلا چی؟ مثلا تحقیقاتی است که نشون میده قرار گرفتن، البته میگم محتاطانه، در معرض نور خورشید با طول عمر بیشتر ارتباط داره. جداً؟ آله، و فراتر از ویتامین دی که خب همه میدونیم چقدر مهمه، نور خورشید باعث میشه یه ماده به اسم نیتریک اکسید توی پوست آزاد بشه. نیتریک اکسید؟
بله، اون به کاهش فشار خون کمک میکنه و شواهدی هست که نشون میده نور خورشید میتونه نقش محافظتی در برابر بیماری‌های قلبی، سکته، چاقی و حتی بعضی بیماری‌های خودآیمنی و سرطان‌های دیگه داشته باشه. یعنی فقط ویتامین دی نیست. پس خوردن قرص ویتامین دی همه این کارا رو نمیکنه. نه، لزوماً. یه مطالعه جدیدتر تو سال 2024 هم همینو گفت که مکمل‌ها نمیتونن جایگزین تمام فواید نور خورشید باشن. البته یه تحقیق دیگه هم بود، فکر کنم 2011، که نتیجه گرفته بود فواید کلی ویتامین دی از آفتاب شاید مهمتر از ریسک افزایش سرطان پوست باشه. ولی خب این نتیجه گیری با احتیاط زیادی بیان شده بود، چون تعادلش پیچیده است. درسته. بستگی به نوع پوست و شدت آفتاب و اینا هم داره حتماً. دقیقاً. کلیدش همون احتیاط و تعادله. ولی گفتی نور صبحگاهی یه داستان دیگه است. اون چیه؟ آره، نور صبحگاهی خیلی برای تنظیم ساعت بیولوژیک بدن ما، همون ریتم شبانه روزی، حیاتیه. ساعت بیولوژی. وقتی نور صبح، حتی نور یه روز ابری به چشم ما میرسه، سیگنال میده به یه قسمتی تو مغز به اسم SCN که ساعت اصلی بدنه. SCN. این باعث میشه ما هوشیارتر بشیم، چون کورتیزول ترشح میشه، حالمون بهتر میشه، سروتونین میاد بالا، تولید ملاتونین که هورمون خوابه متوقف میشه. آها، پس بیدارمون میکنه قشنگ. دقیقاً. و مهمتر از اون، به مغز سیگنال میده که حدود 12 تا 14 ساعت دیگه دوباره شروع کنه به ترشح ملاتونین تا برای خواب شب آماده بشیم. عجب. پس این یعنی اگه صبح زود پاشیم و یکم بریم تو نور روز، انگار ساعت بدنمون رو برای کل روز کوک کردیم و شبم بهتر میخوابیم؟ دقیقاً همینطوره. بهترین کار اینه که اگه میتونی صبح چند دقیقه‌ای بری بیرون، حتی اگه هوا ابری باشه. اگه نه، پنجره رو باز کنی یا از نورهای روشن تو خونه استفاده کنی هم بی تأثیر نیست. جالبه. و برعکسش هم حتما صادقه دیگه. نور زیاد شب بده. آره، مخصوصا نور آبی صفحه‌های نمایش، موبایل و تلویزیون و اینا شبها میتونه تولید ملاتونین رو سرکوب کنه و ساعت بدن رو به هم بریزه، خواب رو مختل کنه. که این روزها خیلی درگیرشن. خب، خیلی نکات خوبی بود. بریم سراغ عادت آخر. آب. اون توصیه معروف 2.5 لیتر آب در روز. این از کجا اومده اصلا؟ پایه علمی داره؟ راستش ریشه این عدد خیلی محکم نیست. به نظر میرسه از یه دستورالعمل قدیمی تو آمریکا سال 1945 اومده باشه. 1945 خیلی قدیمیه. آره. و نکته جالب اینه که اون دستورالعمل احتمالاً شامل آبی که از طریق غذاها دریافت میکنیم هم میشده. میدونی میوه‌ها، سبزیجات، حتی نون کلی آب دارن. پس اون 2.5 لیتر فقط آب خالی نبوده شاید. احتمالاً. و بعداً هم تو ویرایش‌های بعدی بدون ذکر منبع تکرار شده. پس مبنای علمی خیلی قوی پشت اون عدد دقیق نیست. اما این معنیش این نیست که آب مهم نیست، درسته؟ اصلاً و ابدا. هیدراتاسیون کافی فوق‌العاده مهمه. روی خلق الخو، تمرکز، حافظه، هوشیاری، عملکرد ورزشی، کارکرد کلیه‌ها، قلب، تقریباً همه چی اثر داره. حتی کم‌آبی خفیف هم میتونه اثرات منفی بذاره. خب پس اگه اون 2.5 لیتر معیار دقیقی نیست، چطور بفهمیم چقدر آب نیاز داریم؟ بهترین راهنما چیه؟ بهترین راهنما چیزیه که بدن خودمون بهمون میگه. حس تشنگی. به همین سادگی. آره، بدن ما سیستم خیلی هوشمند و دقیقی برای تنظیم سطح آب داره. وقتی احساس تشنگی میکنی، یعنی بدنت واقعا با آب نیاز پیدا کرده. پس بهش اعتماد کنیم. دقیقاً. یه روش عملی و خیلی خوب دیگه هم هست. چک کردن رنگ ادرار. رنگ ادرار؟ چطوری؟ نمودارای استانداردی وجود داره. خیلی ساده است. اگه رنگ ادرارت روشنه، تقریباً بیرنگ یا زرد خیلی کم رنگ، یعنی آب بدنت کافیه. معمولاً میگن مناطق 1 تا 3 تو اون نمودارا. آها. اگه تیره تر شد، مثلا زرد پررنگ یا حتی به سمت نارنجی رفت، یعنی مناطق 4 به بالا، این نشونه است که بدنت به آب بیشتری احتیاج داره. چه جالب. پس دفعه بعدی که بعد از ظهر حس کردم خستم یا تمرکز ندارم، به جای اینکه سریع برم قهوه بخورم، شاید بهتره یه نگاهی به رنگ ادرارم بندازم. دقیقاً. یه راهنمای ساده و همیشه در دسترسه. پس جمع‌بندی آب این شد: وسواس اون عدد 2.5 لیتر رو نداشته باش، به حس تشنگی بدنت گوش کن و حواست به رنگ ادرارت باشه. فقط شاید بهتر باشه شبها خیلی آب نخوری که مجبور نشی نصف شب بیدار شی. آره، اونم نکته مهمیه برای کیفیت خواب. عالی بود. خب پس یه مرور خیلی سریع بکنیم.
به جای هدف گذاری سفت و سخت روی 10,000 قدم، 6 تا 8,000 قدم یه هدف واقع بینانه تر و همچنان خیلی خیلی مفیده. درسته. نور خورشید، مخصوصا نور صبح، دشمن ما نیست بلکه دوستمونه، البته با رعایت احتیاط. بله، برای تنظیم ساعت بدن عالیه. و برای آب، به جای یه عدد ثابت به سیگنال‌های بدن خودت، یعنی تشنگی و رنگ ادرار، اعتماد کن. دقیقاً، این خلاصه خوبیه. پس در نهایت همه اینها چی رو به ما میگه؟ به نظرم میگه که گاهی اوقات با یه سری تنظیمات کوچیک و آگاهانه توی عادتهایی که فکر میکنیم خیلی ساده و بدیهی هستن، میتونیم تأثیر خیلی بزرگی روی سلامتی کلی خودمون بذاریم. و اینم یه سوال برای تو که داری گوش میدی، برای فکر کردن. حالا که دیدیم بعضی از این توصیه‌های خیلی رایج، مثل همین 10,000 قدم یا 2.5 لیتر آب، شاید نیاز به بازنگری دارن، چه پیش‌فرض‌ها یا باورهای دیگه‌ای در مورد سلامتی هست که شاید بد نباشه تو هم یه نگاه دوباره بهشون بندازی و ببینی علم واقعاً در موردشون چی میگه.